عجیبترین قوانین در کشورها. بزن بریم. شماره 1. هیچ وقت در انگلستان ماهی سالمون در دست نگیرید. این قانون در سال 1986 تصویب شد. اگر به این کشور مهاجرت میکنید چون از شرایط مشکوک این کشور هیچ خبری ندارید، بهتره اصلا ماهی سالمون در دست نگیرید تا یک مجرم در این کشور به حساب نیایید. شماره 2. در سنگاپور آدامس نجوید. چرا؟ دلیلش همینه که مردم سنگاپور این عمل رو غیر قانونی میدونن، چون آدامس‌های جویده شده به سختی از سطوح پاک میشن و از زمین تمیز میشن. گرچه خنده داره ولی بهداشت رو به خوبی رعایت میکنن در این کشور. در واقع این قانون برای توسعه بهداشت در این کشور تصویب شده. شماره 3. در فرانسه نباید نام سران دولتی را بر روی حیوانات بود. در بسیاری از کشورها نباید نام و اسامی بزرگان کشور را بر روی حیوانات گذاشت، زیرا با این کار به مقام و منزلت فرد مورد نظر توهین میشه و یک جرم بسیار بزرگه. شماره 4. در کانادا سوت نزنید. دلیلش هم اینه که ممنوعیت سوت زدن یکی از قوانین عجیب کانادا محسوب میشه. حتی فریاد زدن، آواز خواندن و سوت زدن در شهر پترولیای کانادا غیر قانونیه و همینطور با شخصی که این کار رو انجام داده است برخورد جدی میشه. شماره 5. فقط تعداد محدودی مدل مو را میتوان در کره شمالی انتخاب کرد. همونطور که میبینید فقط همین 24 مدل مویی که میبینید رو میتونید انتخاب کنید و اگه غیر این باشه مجازات سنگین داره. یه قانون دیگه هم هست، اونم اینه که شما نباید مدل موی رهبر رو انتخاب کنید وگرنه اعدام میشید. برای دیدن دانستنی‌های بیشتر الیور فکت رو دنبال کنید.